پول بدی من موتورمو درست کنم؟ کسی توی زیرزمین نره درش قفل کردم. ندارم. تو نداری پس من دارم. ای چوری، تو قرضم میخوای بگیری باز طلبکاری بی تربیت؟ قرض نیست وظیفته. اون وقت رو چه حساب وظیفمه؟ چون برادر بزرگ مایی، بعد از بابا تو باید خرج ما رو بدی. ببین بایدی در کار نیست. اگه خرجتون رو میدم لطف میکنم. چی میگی تو ندی کی بده پس؟ بچه تو چرا اینقدر پرویی؟ ببند دهن تو. کی جلو برادر بزرگترش اینجوری حرف میزنه؟ خودت برو کار کن. تو به اینقدر پول مگه چیزی ازت کم میشه؟ داداش تو که آخرش پولو بهشون میدی، پس اذیتشون نکن دیگه. پولو میدم خواهر من که حرفی ندارم، ولی من میگم همین پولو باید به هزار بدبختی در آورد. آخر دیگه طلبکارم نشید. همچی میگه انگار دکتر رو داره عمل قلب باز انجام میده پول در میاره. شوی کن بده بره دیگه. ناصر تو مدرک چیه؟ لیسانس حسابداری. ریحان تو چی؟ ارشد کامپیوتر. من این تو؟ لیسانس مامایی. چی میگین شما؟ تو که مدرک همه رو میدونی، پس چرا میپرسی؟ آفرین مادر. حالا مدرک من چیه؟ دیپلم ردی، سیکلم نداری. خب حالا خرج شما رو کی میده؟ خب معلومه پسرم تو. آفرین. ببین نمیخوام منت بذارم سرتون، شما خانواده منین، اما اینقدر نگو مدرک دارم درآمد ندارم. یه چیزی هست به اسم جربوزه، به اسم مغز. اگه خوب ازش استفاده کنی، خوب ازش کار بکشی، میتونی خوب پول در بیاری. وگرنه همیشه باید بشینین تا من براتون پول بریزم. اگه به پول دادنه بیاینم کارت. رمز تا ابد 4 تا 1، چون از تو بنجل کاسب در نمیاد.